كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: بر مسلمان اطاعت و فرمانبرداری از امر فرمانروایان و والیان امر در هر چی دوست دارد یا ندارد، یعنی خواه آن امر به او پسند باشد یا نباشد، واجب است، مگر اینکه به گناه امر شود که هرگاه به معصیت و گناه امر شود دیگر هیچ اطاعت و فرمانبرداری در کار او واجب نمی باشد. حدیث متفق علیه. یعنی اطاعت و فرمانبرداری از فرمانروایان و والیان امر و همچنین از پدر و مادر و هر نفری که سرپرستی امور شماست مشروط به آن است که امر آنها در کار گناه و نافرمانی خداوند و پیامبرش صلی الله علیه و سلم نباشد. ای اسلام، ای دین جاودان، ای راحت پر ز جود و توان، دور است و اندیشه بدان، پاینده هستی و جاودان. ای دشمنت تو سنگ خاره، دشمنت تو سنگ خاره، جان من فدای حرف پیغمبرم. اسلام ما دین برتر است، پیغمبرش بهترین عالم است. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده هستی اسلام ما. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما.